وطندارا سعی کن قدرت خداوند است در همچین جاهایی هست که هیچ باور آدم نمیشه. سعی کن از کجاها ها میه. دیگه بسیار هم در سرسبز است. این همیشه وقتی میرم سرسبز است. این منطقهش کجا بود؟ دیگه زیتون هم بود به نظرم. همون پایین ها دقت از غوش های هم پایین از این غوش یک زیتون هست. آه درخت زیتون. این به نام غار زیتون هست. ولی یک زیتون هم اینجا بود. چند سال پیش بود میرم یک قصه بود که زیتون هست اینجا. همون پایین است دوستان. از این طرف رو نداره؟ نه. دیگه از این میگه دیگه ما قسمت سوم بخیر میریم دیگه. دوستان عزیز در جاهای دیگری دیگه گل بسیار باش خطرناک دیگه انت لخر انت سرسرک میشه دیگه سرچه بخیر مرده. این زیتون چینی میگه به نظر من میاد. این میاد. آه. چی یک جایی است به خدا. خوباری جای دیگه نمیگن. بیگردی. این زیتون است یا زیتون رو بزنیم برای وقتا بود اول خب نه نمو زیتون اونه. همین دیگه کم بکن. تو کوشش کن میتونی برشی؟ باش. اونم زیتون اونم. زیتونه؟ آه بیکو یک نخلش. زیت مالا خب. برو نو خیلی خیرست. خیلی خیرست. یک کتا بیکو. نه کچا باز خراب میشه. دیدی میره وطن‌ها در اسم غار زیتون هستنی میم میگه که قبلا اینجا زیتون داشته مثلا کلی چیز بوده ولی نمیدونیم که ما خود زیاد ندیدیم که به اسم زیتون اینجا معروف هسته. این همچین چیزایی هسته دیگه اوش دیگه خودتان دمی کامنت ها بگین که چی رقم هسته آیا نیسته چی رقم هست وضعیتش. دیگه همینطور میریم بخیر کمک پایین دیگه. دیگه 14 قسمت هم خیلی زیاد است که تا که مثلا ما بریم قسمت ها را تهیه کنیم دیگه یکی باز در زبان مثلا میرخم آسان به نظر میاد که این 14 قسمت یا مثلا جاهایی هست که به خدا 3 ساعت 3.5 ساعت که بریم نمیتونیم برسیم در اون مرحله. بله بله. دیگه آقای قربانی خودش در جریان هست که در این منطقه زیاد گشته. بله واقعا سخته. پایشتون نزیم وقتا درد سره برشتونش یکی برامدارش یکی کدام طرف بریم؟ بوری طرف اون. دیگه مرحله سوم میریم طرفی نوغوچ.
دیگه نوغوج هم بریم از نزدیک یک دیدن کنیم جاهایشه. یک بازه و منطقه که رفتیم اونجا هم بسوارم تک اینجا هست. همین رقم نزدیک معلوم شه، باز خیلی راه است. بریم دم زیر مکانایی که دیده میشه. لیت گو بریم. بریم بخیر. منطقه ای که کچالویش در نام بوده، کچالویش پاتوته چی؟ پاتوته ای پاتوتهش در پشتو میشه دیگه نه؟ آه در پشتو پاتو. اینه دیگه وطندارا جویه نه، اینمی جوی بوده که اینه چند سال میشه که آره هیچ کسی دهی حالا تبدیل در گروه مال شده. آه تبدیل در چراگاه شده. تو قربانی آدم مکشی. دیگه وطنور دیگه قدرت پروردگار است. سیگو در کجا آب است. این تصورش آدم نمی به خدا قدرت پروردگار است. دیگه اینی رقم کوه است که بسیار هم ترک جاهای اساس است. اصلا قسمت را داری؟ از این قسمت را داره نه؟ میریم همون طرف. ها دیگه ما اون دو بالا یک دونه غار است. سعی کنیم در غار میتونیم ما بریم یا نه؟ بیننده باشید که آقای ناظری میتونه داخل از غار بره یا نه. ان شاء الله که بخیر میشه. توکل به خدا. بریم. دیگه وطندار این رقم یک بوته های هسته که شیر میده نه اینا. این رقمی شیر میده. دیگه از اینا خیلی یک بوته های کلان داره. بعض جایش این می اندازه است. دیگه اینجا در کوه همی هر رقم گیاهی که بخواین پیدا میشه. دیگه اینی که هست به اسمی استوغ میگیره. مثلا وقتای قدیم که بوده چی نبوده، پودر کالوشویی نبوده، صابون نبوده، شامپو نبوده، دیگه کلا از اینمی چیزا استفاده میکنه. از مغز اینمزی یک کس ریشه داره، این ریشه‌اش میکنه به استفاده میکنه ازشون. دیگه بسیار چیزای خوب داره به خدا که آدم مثلا در کو بگردی خیلی بهترین چیزا هست در کو پیدا میشه. دیگه اینجوری میگه دره بادکش در بالا هست یک غار است. بازه اون یک هست هر چیزی که پایین بندازی دیگه میره. این تو یک سرصدا داره که باز کفتر اینا هم از داخلش میبره. در این منطقه ما را آدرس داده ببینیم که اینجا میتونیم پیدا کنیم یا نه. بریم. چطور است قربانی تو در این منطقه شما نه؟ من شنیدم ندیدم غارشه. بریم که پیدا میشه نمیشه. آدرس اینجا داده نه؟ همی در بلاره گفته. توکل به خدا دیگه. خب ما بریم طرفی همی غار. دیگه نه بخیر ما هم رستیم دیگه در میدان همی دره. بسیار به خدا که هم سربلا ساین بخی گیج میشی. خیلی لذت بخشه. آره به خدا. ما چون کوهی بریس میگه و نمیدونه فلان میگه که نه فلانی رفت فتح کرده فلانی فتح. بیا کدام بچه پیدا میشه در میکو بیایه
اولین بار است دوستان آمدیم گفتیم باش که از زمین یک ویدیو تهیه کنیم برای هموطنهای عزیز که ما در افغانستان هم همچین جاهای دیدنی و بهترین جاهای تفریحی داریم. خیلی جای خطرناک شده. ولی در اوغار به نظرم راه نداره، نه در بالایی که هسته. شاید رو هم داشته باشه، ما بلد نیست. باشه این بایکار اینجا بینیم چی گفتی. بایکار دم پای ازی کوب. بیا دایی چی میمونیم از اینجا بریم. بله. دیگه بایکار رو بانیم دیگه به خاطر سنگینه زی. هم وزن دارم دست پای میگیرم. بله بله. ولی کارانه داشته باشه. خیلی یک جایی خطرناک داره با خدا سایکو. همچین جاهایی هسته که اتت عقل بشر رو لگه کار کنه با خدا. باش که این بایکار رو میمونیم بخیر. کاش طرفی میدان این میدان موشه دیگه والا. نوشدنی بگیرم؟ نوشتنی میگیری بگیر. رسیدیم در برف. والا برجی چهار شش نه؟ 1405 شش برجی 4. شش برجی در اوج تابستان هنوز اینجا برف موجوده. سعی کن بخدا. بیاره اینجا بله خب روز اینجا به یخ میشه. والا بیارم اونا رو اینجا برم. نه ایره بیار اینجا بیار. نه خب چی کنید منیش بله. اینه بیار بیار. خب یخ شخ شده برف. بخدا. تو برگشته که بیاییم این یا خوب سایه یک چیزی جور یخچال وطنی دیگه. به برف. خوب سایه هم یخه با خدایی. سای میگه میاد یخ زد. بیار یش. آها برو سیست. اینه بریم بخیر. در یخچالش دیگه نوشتنی اینا ها. رو دیگه. او بچه این منو. خیلی سخت رو رفت. بسیار مشکل رفتن در این راه سیب العبور. توبا نسوها صدقا یا رسول الله. یا باش که از امی خوشخبریم چطور؟ از اینجا باز خبر نشه. نمی سری برف که برابر شد دیگه کار خلاص. خدا کنه که امو غار بادکش که گفته امو را بیتونیم پیدا کنیم که در تصاویر بکشیم. بسیار آرزو ما خود من معروضه دیدنش هستیم که امو را از نزدیک دیدار کنیم که چطور است. دیگه وطنداران سعی کن بخدا همی که سعی کنی بخی همی کلی آدم تا مفته از سر آدم.
فانوس هم نه بوش ها بلند سریعی بوری را زنی جارم تا سر برا بوری هزین درگاهش از چه از اینجا دیگه سعی کنیم با خدا کمتر یا غورای هستی کمتر اوکیان جای دیدنی هست اینجا دیگه آقا یک بارچه ها گریزه هست اینجا میش باشه اینجا یک چیزی پیدا میشه نه یک گنجی حالا اگه یک چیزی وجود داشته باشه اینی رقم کنه است دوستا یه می رقم معلوم میشه کل جایش رقمی که راه داره ولی رامو خبر نیست اینی رادیو رو میگه که وقتای قدیم این منطقه آهو اینا زیاد داشته بوده مثلا میگه اینجا خیلی آهو اینا زیاد بودن